تماشابینان عزیز، این لحظه در مورد عمر فاروق با شما صحبت میکنیم، مرد از اهل جنت. از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت: وقتی که من خواب بودم دیدم که در جنتم و زنی در نزد قصر در لب آب طهارت کرده ایستاده است. پرسیدم: این قصر کیست؟ گفتند: از عمر است. در این هنگام غیرت عمر به یادم آمد و از آنجا پشتم را گردانیدم و حرکت کردم. وقتی که حضرت عمر این سخن را از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنید، گریه کرد و گفت: نخواد که من بر شما غیرت کنم ای رسول الله صلی الله علیه و سلم. پیامبر صلی الله علیه و سلم در شأن حضرت عمر گفته بود: عمر در جنت است. روایت ترمذی. این لحظه کوتاه در مسئله علم عمر ابن خطاب رضی الله عنه گفته می‌گذاریم. از ابن عمر رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت: من در خوابم دیدم که شیر می نوشم و چنان می نوشیدم که دیدم شیر به ناخنهایم رسید و تشنگیم شکست. سپس پیاله را به عمر دادم. از پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیده شد که این خوابش را چه تعبیر کرده است؟ در جواب گفت: علم. دینداری عمر ابن خطاب رضی الله عنه. از سعد ابن ابو وقاص رضی الله عنه روایت است که روز حضرت عمر خواست که نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم درآید. در این وقت زنها از پیامبر صلی الله علیه و سلم سوال می‌کردند و صداهایشان هم بلند بود. وقتی که آنها فهمیدند که حضرت عمر آمده ایستاده است، صداهایشان خاموش شده از نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم دور ایستاده پنهان شدند. از این کار زنها پیامبر صلی الله علیه و سلم به خنده آمد. سپس عمر به زنها گفت: ای دشمنان جانهایتان، برای چی از من هیبت میکنید و از پیامبر صلی الله علیه و سلم هیبت نمیکنید؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم به عمر گفت: ای عمر، قسم به آن الله که جان من در دست اوست، در راهی که تو می روی شیطان آن راه را مانده به دیگر راه می گریزد. همچنین از ابو سعید خدری روایت است که گفت: از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیدم که می گفت: روز من در خوابم دیدم که مردمی را به من نشان دادند که در بدنهایشان کرته های مختلف است، درازی بعضیشان تا سینه و بعضیشان از این هم درازتر. در این وقت به من عمر را نشان دادند که در بدنش کرته بود که از بسیار دراز بودنش او را می کشید و راه می رفت. پیامبر صلی الله علیه و سلم را پرسیدند: ای رسول الله، این را چی تعویل میکنی؟ گفت: دینداری. یعنی دینداری عمر رضی الله عنه. امام مسلم روایت میکند که پیامبر صلی الله علیه و سلم عمر را به دو پیامبر مانند میکرد، و نوح و به موسی علیه السلام. روایت مسلم. همچنین ابن عباس میگوید: روز پیامبر صلی الله علیه و سلم به طرف عمر تبسم کنان نظر کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: ای عمر، آیا فهمیدی من برای چی تبسم کردم؟ عمر گفت: الله و رسولش داناترند. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت: الله بزرگ شب عرفه به تو بسیار با رحمت و شفقت نگاه کرده و تو را کلید اسلام گردانید. این حدیث را ابو یعلا روایت کرده است. تماشابینان عزیز، اینجا وقتی امروزه برنامه ما به پایان رسید و روزهای نزدیک ما باز در مورد
عمر فاروق با شما صحبت خواهیم کرد.